با سلام. این همه لغت رو چطور حفظ کنم؟ عزیزان، امروز درس 4 از کتاب 504 واژه دکتر کیمیا رو ازتون آزمون میگیریم با اون دقت نظری که بهتون گفتم. 504 رو همه تو خونه دارن. این یکی رو تغییرش دادم، یعنی ذیل هر واژه کلمات، اصطلاحات، عبارات و موارد لازمی رو آوردم که مطابق با آزمون ارشد وزارت بهداشت تا مقطع دکتراتون باشه و همیشه دید شما رو باز کنه. بگذاریم بیاین سر بحث خودمون. این همه لغت رو چطور یاد بگیرم؟ ببین عزیزان، یک پیشنهاد کاملا کاربردی که خودمم تجربهشو داشتم در مورد زبان روسی، وقتی اون اوائل میخواستم این زبان رو یاد. فرض کنید قرار شما انبوه ساز بشید. یک مجتمع با 500 واحد رو باید بسازید. خب شما تا حالا تجربه ساختمانی نداشتید و الان باید چی کار بکنید؟ من خب خیلی خوبه، پولدار میشم، ولی من هیچی بلد نیستم، چی کار کنم؟ 500 واحد. خب ببینید، راهکار اینه. فرض کنید شما میخواین 500 تا لغت رو حفظ کنید. چیکار میکنید؟ خودتون رو محدود کنید روی یک واحد. فقط یک واحد رو عالی بسازید. پس اون 499 تا چی؟ نمیرسم، چیکار کنم؟ باید همه رو سریع درست کنم. یک واحد رو درست بساز. برو تو نازک کاریش، برو تو زینت دادنش. درست، قوی، محکم و زیبا بساز. 499 واحد مونده، من بیام وقتمو بذارم برای یک واحد؟ بله. اگه شما، من هر بار تو درس 504 تو آزمونش به شما میگم فرض کنید کل آزمون ارشد و دکتراتون همین یه درسه. میدونی که تو 504 شما هر درسی 12 تا لغت دارید. من ذیل توضیحاتش 4 تا لغت دیگه هم بهش اضافه کردم که اینها رو هم باید یاد بگیرید. مجموعاً میشه 40-50 تا لغت. همیشه بهتون گفتم آزمون امروز رو فرض کنید فقط کل زبان همین 50 تا لغت هستش. ذهنتون رو محدود کنید ولی درست کار کنید. بذارید یه مثال از خودم بزنم. ببینید، این اولین کتاب روسی منه. تو این کتاب که به زبان انگلیسیه، من اون موقعی که خواستم شروع کنم درس اولش 30 تا لغت رو با بیرحمی تمام گذاشته بود، گفته بود اینا رو آماده کنید، الان من درسش رو میدم. این 30 تا لغت رو من خوندم، چشام سیاهی رفت. چلاویک انسان. من 3 روز وقت گذاشتم، گفتم ببین روسی فقط همین یه نصف صفحه 30 تا لغته، همین ها رو بخون. 3 روز من اینها رو تو اتاق راه رفتم حفظ کردم. الان هم یادمه. چلاویک انسان، رابوتت کار کردن، رابوتایو یا رابوتایو تی رابوتش، از همون ربات میاد کار کردن. رابوچنیک کارگر. سولنسی خورشید، همون سولر سیستم. کالیسو چرخ، همون کالسکی که ما داریم. ببینید این لغت ها رو من الان سال هاست تو ذهنم مونده. چرا؟ چون اون روز گفتم من باید روسی یاد بگیرم و تو ذهنم گفتم روسی همین یه صفحه است و باور کنید یک گشایشی تو ذهن من ایجاد شد که اینجا رو دقت کنید. این اولین دفتر روسی منه. اولین دفتر روسی که 5000 تا لغت داخلشه. یعنی یک گشایشی تو اون 30 تا لغت. وقتی مسلط شدم ذهن من گفت آقا بده من روسی میخوام، من لغت روسی میخوام.
هر چی سخت‌تر بهتر. و با این 5000 تا من همه مجلات رو راحت میخوندم و یک سیکل مثبت سینرژیک شروع شد. یعنی لذت پشت لذت، تقویت پشت تقویت، که لغت‌های بیشتر. من دارم متنا رو میخونم. همون کسی که داشت چیلاویک براش یک مصیبت شده بود، رابوتایو یک مصیبت شده بود، کالیسو سونت یک مصیبت بود، زولدات به معنی سرباز یک مصیبت بود، دیگه به 5000 تا هم قانع نشد. این دفتر اول بود و دیگه داشتم متنا رو میخوندم. پس روش یه خونه رو خوب بساز، ذهن تو یاد میگیره. بعد دیگه همون روش کپی برداری، مجتمع 500 واحدی تو بساز.